گفتن درباره حجامت معلومات میدادی. یعنی حجامه را برادر عزیز میدونید شما که یعنی خون گرفتن. از سرامون میگیریم، از پیشانی هامون میگیریم، از رخسارها میگیریم، ببینید از پشتا، از پای هامون میگیریم. یعنی چندین موضوعی هست که یعنی از اونجا حجامه میکنن. من حاضر از حدیث های پیامبر در باب حجاره و شما میخوانم برادر عزیز. یعنی این کتابی الترغیب و الترهیب من الحدیث شریف از جناب حافظ انا گویم از حضرت امام منذری، این کتاب الترغیب و الترهیب شد. بسیار خدا رحمتش کنه، محنت‌های زیاد کرد، بسیار هر یک مسئله را، هر یک موضوع ها را با حدیث ها و آیت ها مقصد آورده رسانده است. اینجا میخوانیم حدیث از عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم این کان فی شیء مما تداویتم به خیر فالحجامه رواه ابو داود و ابن ماجه. ابو داود در کتاب تیبش و ابن ماجه هم در کتاب تیبش آورده است. یعنی از جناب ابو داود و ابن ماجه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته است که اگر گفته است شما خواهید که سلامتی تان برقرار کنین، اگر شما خواهید که همون دردهایی که شما را ناراحت کرده دور کنین، از حجامه در دیگر بهترین طبابت گفته است وجود نداره. یعنی تمام دور کننده همه دردهای شما این حجامه است گفته است. حجامه کنید گفته است. برای این نفرهایی که حجامه میکنن برادر عزیز شما ببینید که خیلی آدمای مقصد بگیم گفتی تاجیکای ما خسکی نباشن، یعنی آدمای تجربه دار باشن، آدمای بگیم که با این مسئله را خوب میدانستگی باشن تا برای روزگذرانیش یا برای مثال زندگی مجبورش که باشه دیگر ندانه که طرز حجامه چخیلی چگونه مقصد همون انا خونه باید ای کجا بگیری، برای کدام درد و هر یک درد بخیرش با نقطه‌های خود چه داره و همین دم احتیاط کنید. خیلی کمی پیش یک طبیب دکتر میرین، شما بینید که پیش هر دکتر نمیرین که نگاه میکنید که چقدر تجربهش زیاده، علمش زیاده، فهمیش زیاده، همون دم مراجعت میکنید. همین حجامه هم همین خیلی حدیث پیامبر را فهمیدیم که بهترین طبابت این حجامت است گفتن. دیگر حدیث باز از زمین حضرت امام ابو هریره اخبرنی ابو القاسم ان جبرائیل اخبره ان الحجم انفع ما تداوى به الناس رواه الحاکم. جناب امام حاکم این حدیث آورده است، گفته است که پیامبر نازنین جبرائیل خبر داد که با امتات بگو که یعنی حجامه این چی است، از همه در نفعش، از همه در فایده زیاد برای سلامتی امتت انمی حجامه داره. ولی در یک کتاب دیگر خوانده بودم که در شب معراج هم در وقتی که پیامبرمون به دعوت الهی رفته بود، ملائکه ها که از بس که پیامبر نازنین مون دوست می داشتن، اونها مقصد یک بگیم هدیه برای پیامبر چی گفتن؟ گفتن که امت بگو که حجامه کنن، یعنی برای برقراری سلامتیشون حجامه کنن. حجامه دور کننده همه مقصد بیماری ها های. ولی امروز در همین جامعه ما و شما هم بسیار های نفرهایی که حجامه میکنن بسیار هم. حتی رسما هم هست، رسمیش هم وجود داره. بعضی آدم هایی که مثال پنهانی هم میکنن لیکن رسما و آشکاراش هم هست. برای همین این بسیار نفرهایی که من از آن جمله برادر عزیز خود به مثال میارم، یک زمانی همین حقیقتا همین سردرد
بسیار حالمان بد کردگی بود. تا جایی میشید که همین زمستان ها دا برف هم میگرفتیم در بالای سرمون میموندیم. الحمدلله رب العالمین ای زمانی که همین هجامه را خب بگیم متخصصاش پیدا شدن و خواندیم در حدیث ها، نزدشان رفتیم هجامه کردیم، شکر خدای مهربان که از همون دردها دور موندیم. یا پایه هایی که درد میکند همون موضع را نشان میتی، همون مردک از همون جا هجامه میکنه همون دردهاتون دور میشه. اکو مردم ما که در اطراف هجامه معلومات نداریم یا اینکه این چیزی نوای، این اصلا در دولت های پاکستان و در دولت های مثال ایران و در افغانستان و در عربستان اینها دا از پیش گویم که اینا آگاهی داشتن، این مردم به همین چیز که سر کار داشت، این در تاجیکستان ما چیزی نوای و بسیاری مردم میترسن. ولی دانیم برادرای عزیز که این به موافق حدیثایی که من خواندستم بسیار برای سلامتیتان خوبه، بسیار برای سلامتیتان نغزه. بعد دایی خراجات هم کم ترکه، اون مبلغ زیاد هم در اینجا صرف نمی شود. حدیثی دیگر می خونیم. خب عن ابن مسعود رضی الله عنه قال حدث رسول الله صلی الله عن لیلة اسری به انه لم يمر على ملائ من الملائکه الا امره ان مر امتک بالحجامه. رواه ترمذی. امام ترمذی هم برادر عزیز این حدیث در کتاب طبش آورده است. همون سخنی که در بالا گفتم، یعنی پیش هر یک ملائکه که پیغمبرمون میگذشت امرش میکرد که امتو تا بگو که حجامه کنن. خب اینجا هم حدیث دیگر هم از ابن ماجه همون عیناً همون چیزی که گفتم همون هم باز اینجا تکرار هم با آورده است. دیگر حدیثی که اینجا آمده است جناب امام حاکم گفته است که پیامبر من گفت من احتجم ل17 من الشهر کان له شفاء من کل داء. پیامبر من گفته است هر کسی که هر ماه در چسله 17 اگر حجامه کنه از جمیع بیماری ها شفا می‌یابد. مقصد 17 ایتری ینور و فوریه و یورانی از ماهای هجری حساب کنید شما. این امروز 28 ذوالحجه، بین اینا پگاه 29 ذوالحجه. انا که از مثال که میبینیم این ماه 29 یا 30 مثال محرم میآید. محرم روز 17 ماه محرم اگر ما رفته مثال حجامه کنیم میگه شفا هست. ایرا امام حاکم آورده است. دیگر جناب امام ابو داود در کتاب طبش آورده است که من احتجم ل17 و 19 و 21 کان شفاء من کل داء. حضرت ابو داود گفته است که پیامبر گفتند که شما حجامه کنین کی؟ انا گفته است یکم، 17، 19، 21. 17، 19، 21 همین ماه ها هر کدام روزش که شما مقصد اگر همون روز توانین از همین 3 روز در یک روزش خواه 17، خواه 19، خواه 21 شما رفته مقصد حجامه کنین. این هم گفت از جمیع دردها خداوند شفا تا میده. دیگر حدیث اذا واقف یوم 17 یوم الثلاثاء کان دواء الصنه. در اینجا گفت که اگر از نام پیامبرمون میاد در روایت دیگر میگه اگر 17 همون ماه در که تو حجامه کنی میره اگر با در روز سه شنبه بیا، این گفت با فضیلتش از دیگر مقصد روزها با بالاتر و زیباتر میاد اگر 17 با سه شنبه موافق بیا.
خب دیگر حدیث اینجا یک حدیث طولانیه، من از بینش میخونم. میگه و فیها شفاء و برکه. در حجامه برادر عزیز پیامبر میگو هم شفا هست هم برکت است. دیگر و تزید فی العقل و فی الحفظ. گفت همین حجامه هم عقل زیاد میکنه هم حفظ آدم. حفظ مقصد چقدر آدم سرذهن میشود اگر به شرطی که حجامه کنه. همچنان نور چشمش میگه روشن میشود. دیگر آمده است که انا واحتجموا علی برکت الله یوم الخمیس. پیامبر گفتن که روزهای حجامه روز پنجشنبه. واجتنبوا بالحجامه یوم الاربعاء والجمعه والسبت والاحد. نیکی ای 4 روز گفته است احتیاط کنید همین 4 روز حجامه نکنید. چهارشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه. برادر عزیز چهارشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه. دیگر 3 روز دیگر دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبهش مقصد اجازت افتاد. بعد میارد میگه واحتجموا یوم الاثنین و الثلاثاء. دوشنبه و سه شنبه حجامت کنیم. فانه اليوم الذي عافى الله فيه ایوب. زیرا میگه در این روزها خداوند حضرت ایوب شفا دادگی است. و ضربوا بالبلاء یوم الاربعاء. و گفتن حضرت که بلایی که به سر ایوب آورده بود روز چهارشنبه بود. یعنی از این حدیث ها چی فهمیدیم؟ هم ثواب حجامه را فهمیدیم، هم فایده حجامه را فهمیدیم، هم روزهای حجامه را فهمیدیم. انشاءالله من برای شما اینا در این بابم معلومات